در میان گیتی در و پلید، آنچه مرئی می شود تقدیر نیست. ما به خوبان بد کنیم و با بدان قبح بر دیده نهیم، تکلیف چیست؟ با راویان دروغ و افترا، گوش و جان بر کف نهادن بهر چیست؟ خوبی شخصی که حدش بگذشت، حیرت و بهتت نشان از ابلهیست. حکم دادن سوی نقش دیگران، حجتی بر جهل فکر فاسدیست. گر که ویران می کنی هم نوع خویش، چون جفا دیدی بدان از سوی کیست. با فروش فخر در هر اجتماع، قصد تحول در بدان یاوه ایست. در آفاق راج هر تکه ز سو، ختم و رفع جورچین تیرگیست. ما همه بد دیده ایم بدتر مشو، ما همه بد دیده ایم بدتر مشو. چرخی صیقه دلیلش در بدیست.